سلام بچه ها، چطورین؟ روزتون بخیر. امشب شب یلداست. ما قراره بریم خونه خواهر امینا. مامان امینا هم هستن، مادر شوهر، پدر شوهر و برادر شوهر و جاری خواهرم هم هستن. قراره که دور هم باشیم. اومدم با هم دیگه حاضر بشیم چون سریع بعد آماده بشیم، خیلی هم دیر شده. هفته پیش تو مراسم یلدای دخترم من یه آرایش چشم کرده بودم، یعنی از اینستا یاد گرفته بودم. بعد یه سریتون گفتین از بچهای اینستا البته که به ما هم یاد بده. حالا قراره که با هم امروز اون آرایش چشم رو انجام بدیم. اینم بگم من اصلا سایه زدن بلد نبودم، سعی کردم یه کوچولو اصولی یاد بگیرم، شاید الان یه کوچولو بازم ایراد داشته باشه. بریم با هم سریع شروع کنیم ببینیم نتیجه چطور میشه. قبل از هر چیز ما احتیاج داریم به یه دونه چسب نواری. اونایی که مثل من مبتدی هستن بهتره سایه‌شون رو با چسب بزنن، اونایی که حرفه‌ای نیاز به چسب ندارن. باید سعی کنین این چسبا رو شیبش رو یکسان بزنیم که سایه‌تون قرینه در بیاد. اینم از دومش. یکی از چیزایی که باعث میشه آرایش چشمتون خیلی تمیز در بیاد اینه که اول آرایش چشمتون رو انجام بدین، بعد آرایش پوستتون رو، که من برعکسش رو همیشه انجام میدادم و باعث میشد که آرایش چشمم کثیف بشه. احتیاج داریم به یه دونه کانسیلر که من کانسیلرم گم شده، پس از همین بیبی کرمم به پشت چشمم میزنم. ولی خب کانسیلر بزنین خیلی قشنگ‌تر میشه. من هفته پیش کانسیلر زده بودم، همون از مسافرت اومدیم کانسیلرم گم شد. یه کوچولو پشت چشمتون این شکلی میزنین، بیوتی بلندرتون رو نمدار میکنین، یه کوچولو پشت چشمتون رو قشنگ فید میکنین. بعد از این مرحله باید بلافاصله پشت پلکتون رو خشک بکنین، حالا یا با پودر فیکس یا با پنکیک، فرقی نمیکنه. اگه خشک نکنین بعد یه مدت سایه‌تون خط میفته، بعد دیده میشه. بلافاصله بعد کانسیلر زدن، حالا من الان بیبی کرم زدم، باید پشت پلکتون رو خشک بکنین. برای سایه اگه میخواین مثل من توناژ قهوه‌ای بزنین، توناژ تیره، اینو یادتون باشه که همیشه از روشن‌ترین رنگ باید بردارین. برای سایه ما به 2 تا براش نیاز داریم، یه دونه برای زدن سایه، یه دونه هم نسبتاً تمیز باشه برای اینکه سایه ها رو تو هم محو بکنیم. من الان این رنگ روشن رو ور میدارم فعلا برای اینکه بیس سایه‌مو رو بزنم. اینجا ما یه استخون داریم، حواستون باید باشه که از این استخون سایه بالاتر نره، که اینم یکی از اشتباهاتی بود که من همیشه میکردم، چون همیشه سایه رو تا زیر ابروم میبردم ولی به شدت سایه‌تون رو کثیف نشون میده. برای زدن سایه اصلا عجله نکنین بچه‌ها. الان ببینین یه تون کرم دادم، همین. حالا میرم یکی چشمم الان میزنم، میبینین به این گوشه خارجی چشمم میزنم، از این استخون بالای چشمم من بالاتر نمیام، این وسط هم نمیرم. حالا میخوام این توناژ قهوه‌ای رو بزنم، یه کوچولو از سایه قبلی پایین تر میام، دوباره همونجوری حالت رفت و برگشتی. حالا این براش تمیزم رو بر میدارم، این قسمت بالایی رو که خط افتاده قشنگ محوش میکنم. من دیگه میرم تیره ترین قهوه‌ای رو بر میدارم که میشه این، یا حتی اینو بر میدارم. تیره ترین رنگو باید حواستون باشه کامل قسمت دوم چشمتون بکشین، بالاها نبرین. الان ببینین پس بچه ها همیشه از روشن‌ترین رنگ سایه ها رو بردارین. این همون اول مثلا تیره ترین قهوه‌ای رو بر ندارین بزنین، خیلی سایه‌تون کثیف میشه. واقعا شاید این تکنیک رو خیلی هاتون بلد باشین بچه ها، ولی من واقعا بلد نبودم و همیشه فکر میکردم سایه اینه که یه براش برداری پشت پلکتو این شکلی سایه بزنی، ولی نه. حالا من میخوام یه لحظه با این براش سرکجم که ابروامو همیشه پر میکنم یه کوچولو از رنگ مشکی سایم بر میدارم، گوشه چشممو یه خط میکشم، با همین براش یکم محوش میکنم.
من یه سایه شاین این مدلی دارم، خیلی قشنگه. میخوام قسمت داخلی چشمم و این قسمت زیر ابروم شاین بزنم. اون دیگه‌ای که گفتم به محض اینکه پشت پلکتون کانسیلر زدین باید خشک کنین، خیلی تاثیر داره بچه‌ها. من مثلا آخر مراسم خواهرم بهم گفت تو اصلا سایت خط نیافتاده، در حالی که همیشه بعد بالاخره 6 7 ساعت میبینی یه خطی اینجا میفته، خط سایه که خیلی بد دیده میشه، ولی برای من اصلا نیافتاده بود. واسه همین میگم خیلی مهمه که بلافاصله بعد زدن کانسیلر پشت پلکتون خشکش کنین. ابروام بکشم، بعد چسب رو با هم دیگه بکنیم. خب بچه‌ها میخوام چسبا رو بکنم. امیدوارم قرینه در اومده باشه. به این شکل میبینین چه آرایش تمیز و قشنگی شد. حالا آرایش پوستم هم کنم، موجهای پایینم رو ریمل بزنم، نتیجه نهایی رو با هم ببینیم. بیوتی بلندر رو نمدار میکنم. من دیگه چون کانسیلرم گم شده زیر چشمم هم از همین بیکرم میزنم. پوستمونم به محض اینکه کرم زدنمون تموم شد با همین پودر فیکس خشک میکنیم. اگه پودر فیکس نداریم پنکیک. میتونین رژگونه رو هم بزنیم بعد خشک کنین، ولی من دیگه تو همین مرحله کنم خشک میکنم پوستم. قبل زدن ریمل به موجه‌های پایینم یه کوچولو با همین براش سرکشم که ابروامو کشیدم قسمت پایین چشمم هم سایه میکشم. خب بچه‌ها آرایش من تو این مرحله تکمیل شد. ببینم چطور شد اول. حالا میخوام دوم چشممو یه کوچولو خط چشم بکشم. نمیدونم قشنگ بشه یا نه، چون با موژه خط چشم کشیدن خیلی سخته. دقیقاً هم از این خط سایه باید بکشم. این خط منظورمه. قشنگ شد نه؟ بریم این یکی هم قرینه این در بیاریم. برم لباسامو بیارم، 2 تا ایده برای لباس دارم، ببینیم کدومو بپوشیم. این یکیشه، یه حالت کت شلوار، کتش کوتاهه، شلوارش هم کمر میخوره، خیلی خوشگله. فقط چون کتش کوتاهه میترسم که موقع پذیرایی راحت نباشم. حالا دومی هم نشونتون بدم جفتشو بپوشم. اینم دومی، یه حالت وست با شومیز و زیرش هم یه دونه شلواره. احساس میکنم این بیشتر وایب یلدا رو میده تا اون یکی، ولی خب چون وستش یکم کلفته میترسم گرمم شه. حالا جفتشو میپوشم ببینیم کدومو انتخاب کنیم. خب این از استایل اول. موهام بستم چون احساس میکنم تو هر 2 تا استایل اگه جمع کنم اینجوری موهامو خیلی قشنگ‌تر. کت شلواره میبینی چقدر خوشگله، فقط چون کتش یکم کوتاهه احساس میکنم تو پذیرایی و اینا شاید یکم راحت نباشم. برم اون یکی لباسم بپوشم بیام ببینیم کدوم انتخاب کنیم. اینم از استایل دوم. همونطور که گفتم احساس میکنم این بیشتر وایب یلدا رو میده تا اون یکی، خیلی هم راحت ترم توی همینو میپوشم. الان برم اینا رو عوض کنم، بخچه پیچ کنم خودمو چون بیرون خیلی سرده. لباسا رو میبرم اونجا عوض میکنم.